بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. حسادت آتشی است که آرام آرام ایمان را می سوزاند. حسادت یعنی این که از نعمت کسی ناراحت شوی و آرزو کنی آن نعمت از او گرفته شود. این بیماری قلبی انسان را از درون نابود می سازد. ام یحسدون الناس علی ما اتاهم الله من فضله. سوره نساء آیت 54. آیا مردم به خاطر آنچه الله از فضل خود به دیگران داده است حسد می‌ورزند؟ این نشان می‌دهد که حسد ناشکری به قضا و قدر الله متعال است. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند، رواه ابو داود: از حسادت بپرهیزید، زیرا حسد خوبی ها را می‌خورد چنانچه آتش هیزم را می‌خورد. یعنی حسادت عبادت را نابود می‌کند. عوامل حسادت کدام ها هستند باید بدانیم. ضعف ایمان، عدم رضایت از قضا و قدر الله متعال، مقایسه خود با دیگران و راه درمان آن برای حسد، شکرگزاری از نعمتهای خودت، دعا برای کسی که حسادتش را داری، پناه بردن به الله متعال. و من شر حاسد اذا حسد، سوره فلق. روزی مردی نزد حسن بصری آمد و گفت، من از فلانی حسادت دارم. او گفت، چرا چیزی که الله برای او خواسته تو نپسندی؟ اگر میخواهی آرام باشی برای دیگران آن را بخواه که برای خودت میخواهی. پس بدان ای خواهرم، حسادت ریشه بسیاری از گناهان است. اگر دلت را از حسادت پاک کنی، نور ایمان در قلبت می درخشد. دعا کن، شکر کن و محبت را جایگزین حسد کن. و السلام علیکم و رحمت الله.